چطوری کپکت خود فعال کنیم. خب دوستا ویدیو تا آخر تماشا کنید، لایک فالو یادتان باشه، بریم طرف آموزش. خب اینجا وارد تلگرام خود میشیم. اینجا وارد تلگرام کشیدیم، روی سرچ باردش اینجا میزنیم، اینجا می نویسیم، اینجا زبیولا ادیتور نوشته میکنیم تا کانال ما را اینجا پیدا کنه. خب اینجا کانال پیدا کرد، روی همین کانال روی همین کلیک میکنیم. خب اینجا ما کپکت موچه داره، ورژن جدیدش 14.6.0 ما ماندیم، تمام مشکلش حل شده. میتونید نصبش کنید، اینجا روش کلیک میکنیم، اینجا اینستال میتونیم نصب شوه. خب اینجا نصب واردش میشویم، اینجا چکش میکنیم که تمپلیتش کار